سلام، من غزالم. تو این ویدیو میخوام کاربردهای مختلف کانسیلر رو بهتون بگم. قبل اینکه ادامه ویدیو رو ببینین یادتون نره که حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله پیج رو حتما روشن کنین. خب یکی از مهمترین کاربردهای کانسیلر که اکثرا میدونین اینه که شما میتونید با استفاده از کانسیلر تیرگی زیر چشما رو کاملا بپوشونید. که حالا برای این کار میتونین از کانسیلر به تنهایی استفاده کنین یا اگر تیرگی زیر چشماتون خیلی شدیده قبلش از یک کالر کارکتور نارنجی یا قرمز رنگ استفاده بکنین که منم الان میخوام همین کار بکنم. یک مقدار از این کالر کارکتور رو به این شکل زیر چشمم میزنم تا این تیرگی رو کاملا خنثی کنه و بعد با استفاده از کانسیلر این رنگ قرمز رو میپوشونم. دومین کاربرد کانسیلر هم همینجا میخوام بهتون بگم، اونم این که شما با استفاده از کانسیلر میتونین به چشماتون فرم بدین و اینطوری حالت چشما رو لیفت شده نشون بدین. برای این کار زمانی که میخواین کانسیلر رو زیر چشمتون بزنین، کانسیلر رو باید به این شکل بزنین. یک مقدار این قسمت و یک مقدار این قسمت به این شکل و بعد موقع فید کردنش اینو به این سمت بلند میکنم تا چشمام اینطوری حالت کشیده پیدا کنه. با حرکات ضربه‌ای زیر چشمم میزنم تا کانسیلر کاملا پخش و یک دست بشه. همونطوری که میبینین اینو به این سمت به این شکل بلندش میکنم و اینطوری چشمام یک مقدار به سمت بالا لیف میشه و یک حالت خیلی قشنگی پیدا میکنه. موقع بلند کردن کانسیلرم اگر اینطوری به سمت بالا نگاه کنین خطوط زیر چشمتون کاملا باز میشه و اینطوری اون چروکای سطحی که زیر چشمتون هست بیشتر دیده نمیشه. سومین کاربرد کانسیلر اینه که شما با استفاده از کانسیلر میتونید قرمزی جوش صورت رو کاملا کاور کنید. برای اینکه نشون بدم بهتون چطوری، میخوام اول یک جوش قرمز مصنوعی برای خودم بکشم به این شکل. حالا برای کاور کردن این رنگ قرمز من اول از کالر کارکتور سبز استفاده میکنم چون رنگ سبز میتونه رنگ قرمز رو کاملا خنثی کنه. یک مقدار با انگشتم برمیدارم و به شکل ضربه‌ای روی این رنگ قرمز میذارم. رنگ سبز رو اونقدر میزنم تا این رنگ قرمز کاملا خنثی بشه. حالا تو مرحله بعد از کانسیلر استفاده میکنم تا بتونم این رنگ سبز رو بپوشونم. کانسیلر رو فقط روی همین ناحیه میزنم، یعنی فقط روی همین رنگ سبز و بعد به شکل ضربه‌ای سر جای خودش بلندش میکنم. خب همونطوری که میبینید رنگ قرمز کاملا محو شد ولی یک لکه سفید رنگی اینجا مونده که برای اینکه پوستم کاملا یک دست بشه با کرم پودر رنگ پوستم رو کاملا یک دست میکنم. یه مقدار کرم پودر برمیدارم و روی کل صورتم میزنم، دیگه لازم نیست فقط روی همین قسمت بزنم. خب کاربرد بعدی کانسیلرم اینه که شما با استفاده از کانسیلر میتونید صورتتون رو کانتور کنید. برای این کار ما به یک رنگ تیره احتیاج داریم و یک رنگ روشن که رنگ روشن ما همون کانسیلرمونه. رنگ تیره رو من به این قسمت‌های صورتم میزنم، زیر استخوان گونه، از این قسمتی که از قسمت رویش موها به سمت جلو، یک مقدار اینجا و یک مقدارم این طرف. اگر بخواید صورتتون لاغرتر نشون داده بشه این خط رو یه مقدار تا جلوتر میاریم ولی من تا همینجا برام کافی. یک مقدار به این قسمت بالای پیشونی و یک مقدارم به این قسمت زیر فک که این قسمت رو کمک میکنه ناحیه فک حالت زاویه دار پیدا کنه و دو طرف تیغه بینی. حالا میریم سراغ رنگ روشن. کانسیلر رو من به این قسمت وسط پیشونی، این قسمت یه مقدار، چانه و این قسمت ها و تیغه بینی میزنم. و بعد هر کدوم از این رنگا رو سر جای خودشون بلندش میکنم.
خب یکی از مهمترین کاربردهای کانسیلر اینه که شما میتونید ازش به عنوان پرایمر برای پشت پلک و لبتون استفاده کنید. خوبی این کار اینه که وقتی که قبل از سایه یه مقدار کانسیلر پشت چشمتون میزنید، یک سطح کاملا صاف و یک دست به وجود میاد که هم سایه خیلی بهتر روش پخش و بلند میشه، همین که رنگ سایه خیلی بهتر دیده میشه و کلا اینطوری آرایش چشمتون خیلی قشنگتر میشه. برای لبم قبل از رژ لب کافیه که یک مقدار کانسیلر روی لبتون بزنین تا هم موندگاری رژ لبتون بیشتر بشه و همین که باز رنگش خیلی بهتر دیده بشه. برای خب این کار من یک مقدار کانسیلر به پشت پلکم میزنم و بلندش میکنم، ولی کانسیلر رو مستقیم روی خود لبم نمیذارم چون یک مقدار زیاد میشه. بعد از اینکه پشت چشمم رو بلند کردم، همون یه مقدار کانسیلر اضافه ای که هست با استفاده از همون لبم هم کاور میکنم. حالا شما هر رنگ سایه‌ای که بزنین خیلی بهتر دیده میشه، مخصوصا سایه هایی که شایندار هستن. حالا این باقی مونده کانسیلر رو به لبم هم میزنم. خب تو مورد قبلی گفتم که میتونین از کانسیلر به عنوان پرایمر لب استفاده کنین تا هم موندگاری رژ لبتون بیشتر بشه، یعنی همین که رنگ رژ لبتون خیلی بهتر دیده بشه. یک خوبی دیگه که این کار داره اینه که زمانی که شما کانسیلر رو به لبتون میزنید کمک میکنه تا این خط سفیدی که اطراف لب هستش کاملا پوشونده بشه و وقتی که این اتفاق میفته شما میتونین یک مقدار خط لبتون رو بالاتر از لب بکشین و اینطوری دیگه اون حالت مصنوعی و غیر طبیعی رو نداره. یعنی در واقع شما با استفاده از کانسیلر میتونین لباتون رو یه مقدار حجیم‌تر نشون بدین. خب من قبلا کانسیلر رو به لبم زدم، یک کم دیگه پخشش میکنم. حالا موقعی که میخوام خط لبمو بکشم، خط لبمو یک مقدار بالاتر از لب میکشم، ولی مراقب باشین تا این کارو خیلی زیاد انجام ندین، یعنی زیاده روی نکنین چون حالت غیر طبیعی پیدا میکنه. فقط یه مقدار کافیه. حالا میریم سراغ رژ لب. یک مقدار دیگه خط لب میزنم. خب تو این مرحله برای اینکه لباتون یک مقدار باز حجیم‌تر دیده بشه، کافیه که یک رنگ کم رنگ رو به این قسمت وسط لب بزنیم به این شکل. خب همونطور که می‌بینین لبام از حالت اولش یک مقدار حجیم‌تر شده. و آخرین و یکی از مهمترین کاربردهای کانسیلر اینه که شما با استفاده از کانسیلر میتونید خط چشمتون رو جفت کنید. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا که خط چشم میکشین حتما برای خیلیاتون پیش میاد که حالا خط چشم خیلی پهن میشه یا کلا کثیفکاری و اینا اتفاق میفته. زمانی که بخواید خط چشمتون رو باریک تر بکنین یا اینکه اون کثیفکاری‌ها رو بپوشونین، میتونین از کانسیلر استفاده کنین که برای این کار باید از کانسیلرهای استیکی یا کرمی استفاده بکنین. برای اینکه بهتون نشون بدم چطوری، من یه خط چشم کشیدم و از عمد این قسمت دنبالش رو یه مقدار پهن کشیدم و حالا میخوام با استفاده از این کانسیلر دنباله خط چشمم رو باریک کنم. کانسیلر رو دقیقاً زیر خط چشمم میکشم. همونطوری که میبینید دنباله کاملا باریک شد. فقط کافیه که روی همین خط رو یک مقدار دیگه خط چشم بکشم تا پررنگ بشه، چون کانسیلر یه مقدار کم رنگش کرد، ولی کاملا تونستم با کانسیلر اون فرم خط چشمم رو درست کنم. برای اینکه این رنگ سفیدی هم که زیر چشمم هست بلند و یک دست بشه، با استفاده از یک بلندر کوچیک یک مقدار اینو بلند و محوش میکنم به این شکل. حالا همین خط رو روش دوباره خط چشم میکشم
خط دیگه کاملا مشخصه، یعنی دنبال خط چشمم مشخصه تا کاملا مشکی بشه.